من اسمم روناک قصیریه. قصیری رو مثل قصیری می نویسن. آقا همیشه تا میگم قصیری میگن حسینی. حسینی. میگم نه حسینی نه قصیری. بعد میگن خب الان قصیری چجوری می نویسن؟ میگن با قاف و صاد. بعد میگن قاف مثل قوری یا مثل کلاغ. میگن مثل قوری. بعد میگن صاد چی؟ صاد مثل صابون یا مثل سحر. میگن مثل صابون. خلاصه مدرسه که میرفتیم یه روز پشت میزا نشسته بودیم، میان دونه دونه ازمون میپرسن استقلال یا پرسپولیس. منم که اون موقع اصلا نه فوتبال میدیدم نه اصلا میدونستم این چیزا چیه. پرسیدم کدومشون قرمزن؟ گفتن پرسپولیس. گفتم پس منو بنویس پرسپولیس. خلاصه از اون موقع دیگه عکس همه فوتبالیستا رو جمع میکردم. کریم باقری و حمید استیلی و همه رو میچسبوندم این ور اون ور. پسرم هم عشق این کاظمه فریدونی بود، یه دونه پوستر بزرگیشو داده بود چسبونده بودم تو کمد در اتاقم، هر روز تماشاش میکردم. خلاصه یه روز به من گفتش که میدونی من آدرس این کاظم رو پیدا کردم، میخوای بری دم خونش؟ با شرط بستم که میتونم عکس کاظم رو ببرم و ازش امضا بگیرم. خلاصه یه روز خودش منو برد اونجا رسوند و رفت. زینگ، مادرش اومد در رو وا کرد. یه چادر سفید نماز پوشیده بود که گلای ریز آبی توش داشت. گفت بفرمایید. گفتم منزل آقا کاظم؟ گفت بله ولی آقا کاظم الان نیستن، شما تشریف بیارین تو، همین الان از راه میرسه. خلاصه من رفتم تو، اینجوری وسط سالن وایسادم، هی این برامو نگاه میکردم هی اون برامو نگاه میکردم. خیلی ترسیده بودم. خلاصه بعد یه دفعه زنگ در زد، خودش بود. از همونجا که وایساده بودم تماشا کردم، دستشو اینجوری آورد، کاپشن آدیداسشو آویزون کرد و مادرش صداش کرد کاظم آقا. رفتن تو اتاق یه ذره با هم پچ پچ کردن و اومد وارد سالن شد. اینطوری دیدم داره وارد سالن میشه. از جام بلند شدم، گفتم سلام. گفت علیک سلام، اینجا چیکار میکنی؟ گفتم که اومدم امضاتون رو بگیرم، روی عکستون میخواستم برام امضا کنین. خیلی هول شده بودم. گفت باشه بگی بشین. خلاصه نشستم، کاظم اومد کنار من نشست. عکس رو در آوردم نشونش دادم. عکس رو یه نگاه کرد، گفت چه خوش استیل و خوش برابرام هستم و خندم گرفته بود. خودش هم خندش گرفت. گفت خب حالا کلاس چندمی؟ گفتم کلاس اول دبیرستان. گفت حالا خونت کجاست؟ گفتم خیابون خلیج. گفت اوه، از خیابون خلیج پا شدی اومدی اینجا، حالا چی جوری میخوای بری؟ پاشو خودم میبرمت. یه دفعه مادرش از تاش بدخونه داد زد، دختر جون غذا خوردی؟ گفتم بله تو مدرسه ساندویچ خوردم. حالا دروغ میگفتم و گشنم بود. فکر کنم کاظم صدای قاروغور شکمم هم شنیده بود. خلاصه کاظم پا شد رفت بیرون، به مادرش گفت مادر من میرم جلدی برمیگردم. خلاصه رفت بیرون و دیدم که یه بویک سفید داخلش تو دوزی چرم قرمز، دیگه واقعا دلم رفته بود. کاظم همینجوری که نشسته بود پشت فرمون، یه پسر اومد رد شد گفت آقا کاظم مخلصیم، فقط قرمزته. خلاصه کاظم یه اشاره به من کرد و رفتم نشستم. از این خیابون به اون خیابون، از این خیابون به اون خیابون. گفت خب فوتبال دوست داری؟ آره. گفتم بله همه بازی ها رو میبینم. گفت خب همه بازی ها رو میبینی؟ بازی پرسپولیس هم میبینی؟ گفتم بله پرسپولیس که اصلا از همه بهتره. گفتش که خب حالا کدوم بازیکن رو دوست داری؟ گفتم خب همه بازیکن ها رو دوست دارم ولی خب شما رو یه جور دیگه دوست دارم.